اگه برید تو این سایت میتونید واسه خودتون یه مدل موی متفاوت برای خودتون امتحان کنید و اینجوری باز میشه که یه مدل موی واقعی واسه خودتون انتخاب کنید. وارد سایت righthair.ai میشین، میاد پایین تر اینجا گزینه انتخاب فایل رو میزنین و از خودتون یه عکس میذارین. اینجا توضیحات دستورالعمل‌های عکاسی رو داده، باشه رو میزنین. اینجا برای مثال من یه عکس اینو انتخاب میکنم. اوکی، اینجا روی اعمال کردن میزنین. اگه مرد بود روی مرد بذار، اگه زن بود روی زن. من روی مرد میذارم. مدل مو رو انتخاب میکنیم، مثلا من اینو انتخاب میکنم. اینجا روی مدل مو ایجاد شده ایجاد کلیک میکنین، ثبت میکنین. به همین سادگی. سابسکرایب یادتون نره.